ساکنان تاجیکستان از گذاشتن پسنداز در بانک‌های تجارتی خودداری می‌کنند و مبلغ‌هایشان را در خانه نگاه می‌دارند. با باور آنها هر قدر حجم پسنداز زیاد باشد، گرفتن مفاد و برگردانیدن مبلغ از بانک‌ها مشکل‌تر می‌شود. دو بانک بزرگ تجارتی، اگرینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، برای مشتریان در یک روز توان دادن حدود $50 را دارند. اما برای این پرداخت‌ها هم بانک‌ها ناچارند دارایی‌هایشان را بفروشند و شماره کارمندانشان را اختصار کنند. مثال агробанк ما داشتیم پیشتر مثال کارت агробанк توزیع را نمی‌تونیم مثال مبلغ خود را ما کارت استفاده کنیم. اما دیگه مثال آینده دانگاش مثال فعالیت دارد مثال را باوری بدن اونقدر زیاد می‌شود بود. آنها دائم پول نقد نداشتند و من به دیگر بانک گذاشتم. اگر وضع اگرینوست بانک بهتر شود من از خدمت رسانی‌اش استفاده خواهم کرد. Именно понести деньги в банк, наверное, нет. با توجه به وضع فعلی بانک ها من برای گذاشتن پول هایم در بانک توکل نمی Такое کنم. положение. Я бы, например, не вложила бы свои финансы. نه باور نیست دیگه آخی. برای بخوام مهلت گفتگیشان با چی نمیستن آخی. طبق پژوهش‌ها 2 سال پیش تاجیک صادرات بانک و اگرینوست بانک با حدود $500 میلیون امکان داشتند قرض‌هایشان را به مشتریان برگردانند. اما این مبلغ‌ها کفایت نکرد، زیرا اعتماد ساکنان به بانک‌ها کم شد. حالا برای بهتر کردن وضعی پرداخت‌پذیری بانک‌ها باز به $200 میلیون دیگر نیاز وجود دارد. به علاوه باید اعتماد مشتریان برقرار شود. اگر هنگامه نمی بود این مشکل به وجود نمی آمد. وقتی دورنماد تهیه می شد انتظار می رفت که $500 میلیون برای برگردانیدن مفاد امانت ها صرف می شود. ولی مردم می خواهند کاملا امانت های خود را باز پس بگیرند. از این خاطر مشکلات تا امروز ادامه دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان برای رها کردن این دو بانک بزرگ از بحران دستور داد که استراتژی عمومی و نقشه مخصوص تهیه شود. طور معلوم برای بانک‌های نو سرمایه آیین‌ناموی از 80 میلیون سومانی به 50 میلیون سومانی پایین آورده شد. همچنین حکومت حق دارد به فعالیت بانک‌های خصوصی دخالت کند. بانک ملی تاجیکستان استراتژی پولی و قرضی را تا سال 2020 تهیه کرد که در آن اقدام‌های حکومت و بانک ملی برای سالمگردانی بانک‌ها درج شده است. یکی از بندهای مهم آن دخالت سریع به فعالیت بانک‌هاست تا از تاثیر عامل‌های منفی به این بخش جلوگیری شود. همچنین یک هدف برای ماندن نظام استوار بانکی است. تحلیلگران میگویند بحران بانک‌ها تا چند سال دیگر ادامه خواهد کرد و امسال نیز بهبودی را در این بخش نباید منتظر شد.